خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. خاتمه فصل مسکو. من از مسکو رفتم، اما رفتنم ودای آخرین با این شهر نبود. خواننده یاد دارد که ماهی نخستی آمدنم به تاشکند و پدرم نوشته بودم که منظور از 5 سالی که به مشکلهای آن تن دادم فقط تحصیل علمی مکتبی نیست، بلکه دوره حل کننده سرنوشت آینده من باید باشد. و همین طور هم شد. اینک مسکو در سرنوشت من مرحله نوی عروج و تکامل معنوی گردید. در مسکو از مکتب آوازدار شرقشناسی روس درس گرفتم، تجربه اندوختم. از استادان بزرگ علم شرقشناسی روس راه تحقیق و تدقیق علمی را آموختم. از دوستانم، همدرسان و همنشینانم عبارت اخلاقی و دانش آموزی برداشتم. از دوستانم، همدرسان و همنشینانم عبرت اخلاقی و دانش آموزی برداشتم. از محیط معنوی مسکو، از ثمره‌های تمدن بزرگ و پرثروت روس بهره‌ور گشتم. و نهایت من در مسکو عشق آتشبار و سرشار از مهر و محبت و آدمیت، عشق پاک و مثل آسمان مصفا بی‌غبار، عشق خوش سودای سعادت بخش خود، یار و همدم جوانی و آینده خود را یافتم. در آن نامه که از دلبستگی خود به مسکو برای استاد عینی نوشته بودم، بجز عشق علم و دانش، عشق جوانی هم در نظر بود. اما حیا و شرم دامنگیرم بود که از این موضوع به خاموشی گذشتم. امروز از قله 76 سال عمری سپری شده به سرآغاز دیباچه این عشق نظر می اندازم و می بینم که بنای آن در پایه های وفای و عهد دوستی و پیوند استوار بوده است. از دورا دور طرح و نقش آن بنا امروز هم دل را جوان و دیده ها را پرنور می سازد. دل باز در هوای تو پرواز می کند، پیرست یاد کودکی آغاز می کند. با همین یاد کودکی خواستم از داستان عشق جوانی فناناپذیر شمه حکایت کنم، مانا که جوانان را اشتیاقی باشد و پیران خردمند را همدلی و همتایی. در مسکو تنها بودم. با وجود آنکه دوستان و رفیقان خوب پیدا کردم، با وجود آنکه موسیقی و صنعت و تئاتر و آثار گذشتگان و معاصران با من بود، خود را تنها حس می کردم. کسی را گویا یاد می کردم که پیدا نبود. بعدتر فهمیدم که کی را یاد می کنم. همان دختری که پیش از سفری مسکو دیده بودم و از نیتی به مسکو برای تحصیل رفتن او واقف شده گفته بودم من شما را آنجا پیدا خواهم کرد. بله، همان دختر بود که بیشتر پیش نظر مجسم می گشت و خیال می کردم مثل تصادف ملاقات در استالین آباد او را اینجا ناگهان خواهم دید. بله، او را جستجوی می کردم، گویا اگر بیابمش بار یأس تنهایی از دوش برداشته می شود. خود نمی دانستم چه احساسی در دل پیدا شده است که به اندازه گذشت روزها حس پزمانی او را دیدن افزونتر می گشت. دل گواهی می داد که او را خواهم دید و ملاقات اولین سلسله جنبان تقدیری ما خواهد گشت. اما کی، در کجا و به چه صورت؟ این را حواله به قضا و قدر می کردم. روزی پی مهمات
به شتاب از متروی اخوتنی رد می برآمدم که نزد درآمدگاه مترو گروهی دختران روس خندان و خروشان بین خود صحبت و خنده های گرم داشتند. در بین این گروه ناخواست چشم سیاهی مثل سایقه بدرخشید و همان دختر را دیدم که 4 ماه باز در مسکو در جستجویش بودم. به گروهی دختران نزدیک نیامده دختر نیز مرا دید و با تبسم از گروه خود بیرون به طرف من آمد. هر دو سلام کردیم. کمی در هیجان حال پرسی می کردم و جوابش به گوشم نمی در آمد. همین قدر معلوم کردم که در فاکولته بیولوژی و خاکشناسی دانشگاه مسکو تحصیل می کند و فاکولته آنها در همین میدان منیژ 200-300 متر دورتر از مترو واقع است. من دیگر گپ یافته نتوانستم و گفتم یگان روز به فاکولته اتان آمده شما را می یابم. این را گفتم و خیر و خوش کردم. دختر هم به خیر و خوش طرف دوگانه هایش رفتنی بود که یک باره او را از راه باز داشتم. 1 دقیقه بشیر خان. بار اول بود که او را به این نام خطاب کردم. وی برقوار به من نگاه کرد و از راه باز ایستاد. بهترش ادرس خوابگاهتان را گویید، یگان روزی استراحت نزد شما می آیم. در رخساره او همانا از شرم بود سرخی دمید و ادرس خوابگاه و طریقی به آنجا رسیدن را گفته داد. به دفترچه‌ام همه را نوشتم و او خیر خوش کرده با دوگانه هایش در پس دری ورود مترو از چشم غایب شد. کمی در جای خود بی حرکت ماندم و به یاد آوردنی شدم که کجا شتاب داشتم. به یادم آمد و اکنون شتاب ناکرده از تماشای کوچه های مسکو لذت برده به راه مقصد رفتگار شدم. کوچه های مسکو خیلی زیبا بود. از پس برف های پرفشان عمارت های کوچه گورکی به نظرم قشنگتر، مهربانتر و نوازشکارتر می نمود. خب در راه رسیدن به آرزو قدم اولین برداشتم. اکنون قدم دیگری پیش باید گذاشت و رشته دوستی و محبت به دست باید آورد. احساس را باید در محک عقل سنجید. یک قدمی نااندیشیده، یک سخنی به میزان عقل ناسنجیده، اول زندگی آفریده نوپر را میتواند تلخ سازد و علم آن یک عمر داغ فراموش ناشدنی خواهد شد. روزها گویا با درگیری عقل و احساس سپری می شد. سیمای دختر در ملاقات آخرین از پیش نظر نمی رفت و دل را سوی خود می کشید و جرأت و باور اهدا می کرد که دست امید از او بر ندارم. چنانکه لاهوتی گفته است غیر از تو در جهان من یاری دیگر ندارم، جز از خیال عشقت فکر دیگر ندارم. سر می دهم ولیکن دست از تو بر ندارم. راستی سودایی در سر آمد که پیش ندیده و نچشیده بودم. در ساعتهای تنهایی قلم گرفته روزنامه احساس قلب را از روزهای نخستین دیدنم او را به نوشتن شروع کردم. نوشتن صحیفه ها به دلی پرآشوب هم تسکین و لذت می بخشید. در خاطر دارم اولی ماه مرد سال 1953 روز استراحت چند دوستان اسپرانتی تاجیک در خوابگاه جمع آمده پلوی به اصطلاح دستی ساز کردیم. صحبت خوب آراستیم. صحبت عشق و جوانی و آرزوهای بلند پروازانه. بیگاهی دوستان پراکنده شدند. من تنها ماندم در خانه خالی و بیکس با خیال و اندیشه های خود. رادیوی سیمی دیواری کنسرت سیمفونی میداد. در میان خیالات شیرین گاه آهنگ های شناس به گوش می رسید. ناگهان صدای ولس خچتوریان از فیلم مسکرت بلند شد. با تمام زیبایی های نینه فرشته وش، سیمای کودکوار معصومانه و عشق مثل چشمه شفاف صاف و بیغباری وی، صدای دل محبت داگینی از عاقبت فجیع بیخبری وی،
این گویا صدای غیبی بود که مرا به جایهای دورادوری که محراب عشق واقعی بود دعوت می کرد. به هیچ اندیشه لباس پوشیده کوچه برآمدم و به همان نشانی که چند روز پیش گرفته بودم روان شدم. راه دور اما آرزوی ملاقات شیرین بود و درازای راه کوتاه‌تر می شد. آخر آن عمارت را پیدا کردم که ساعت به 10 شب قریب آمده بود. ناگه عقل سلیم پیدا شد و مرا از عزم ملاقات باز داشت. در این ساعت نابوقت به خوابگاه عمومی در آمدن آیا از روی آداب است؟ دل را ببین، دل را ببین، در کوی جانان آمده. هرچند راهش تنگ بود، هم دور و هم پرسنگ بود. با راه زنان در جنگ بود، فاتح ز میدان آمده. اما عقل غالب آمد و به راهی آمدم بازگشتم. اکنون راه برای من گشاده بود. یک مرحله راه به سوی مقصود پیموده شد. کو جرأتی که قدم دیگر بردارم؟ روزها باز به اندیشه و خیالات مختلف می گذشت و سخن قلب و اسرار نهانی روی کاغذ نقش می بست. نهایت پایان داستان پدید آمد تا اینکه آن را به دست خواننده یگانه‌اش تقدیم دارم. 14 مارس سال 1953 روز استراحت صبح به طرف خوابگاه دانشجویان کورس اولی دانشگاه مسکو رهسپار شدم. راههای تراموای و متروی و الکتریچک تا منزل مقصود شناس بود که زود رسیدم. قریب 10-15 عمارت‌های خشتی خاکستر رنگ 7 آشیانه پهلوی همدیگر قد کشیده بودند. این بناها اصلا برای بناکاران جوان چون خوابگاه عمومی ساخته شده است. از آنجا که بنای نوی دانشگاه در لنینسکی گار امسال به آخر نرسیده است، دانشجویان نو قبول شده فنهای بیولوژی و دقیق را موقتاً در همین بناها جای دادند. از این سبب شرایط زندگی برای دانشجویان چندان موافق نبود. به آشیانه 5 به خانه رقمش قبلا معلوم اجازت خواسته در آمدم. در این خانه 10 نفر دختر زندگی می کردند. بعضی دختران بالای کتهای خود نشسته کتاب می خواندند. بعضی ها درس می دوختند و چندی از آنها گرد میز نشسته چای می خوردند. دختر یگانه تاجیک همان آشنای من بود که برابری مرا دیدن از جای برخیست و سلام کرد و برای نشستن ستول آورد. پی بردم که وی سرخ شده کمی دست و پا گم کرد. ندانستم از شرم بود یا از ناگهانی پیدا شدن مهمانی ناخوانده. در هر صورت من خود را ظاهراً آزاد حس نموده از هر در صحبت می کردم و آن کس هم کمی گشاده شده گرم و دلیرانه صحبت را دستگیری می کرد. دختران دیگر با کنجکاوی به سوی من می نگریستند. بعد از چند دقیقه پیشنهاد کردم که اگر میل و خواهش و فرصت باشد همراه کمی به تماشای شهر براییم. راضی شد و من پایین فرآمدم و منتظر آمدن وی بودم. ما همراه به راه در آمدیم. تا ایستگاه تراموای از میدان وسیع و پست و بلندی های برف پوش خیلی راه بود. باد نرم می وزید و از دور بوی بهار را به مشام می رسانید. خیال می کردم به پیشوازی بهار می روم و مژده بهار نهال نورسته از پهلو می رود. ما سراسیمه نبودیم و نقشه معینی سیر شهر را نداشتیم. همان قدر که شهر نزدیکتر و جنب و جوشی آن زیادتر می شد، گپ ما به قول معروف قور می گرفت، یعنی صحبت گرم می شد. رمیدگی و بیگانگی دور می رفت. وقت وداع نزدیک می آمد. فردا درس بسیار است. تیاری باید دید. پیش از راه مستقیم خوابگاه بستنسی پاولتسکی مترو در آمدیم. آدم کم بود. در فویه در یکی از نشیمنها نشستیم. امروز نقص سیر کردیم. نقص صحبت کردیم. لیکن صحبتمان ناتمام ماند. از آن روزی که به مسکو آمدم
غایبانه با شما صحبت می کردم. این صحبت ها را در این صحیفه ها ثبت کردم. این برای شماست بشیر خان. به شما تقدیم می دارم. اگر خواهید خوانید، ببینید چه صحبت ها داشتم. بشیر خان نوشته های مرا گرفت و چیزی نگفته در سمکه گذاشت. خواستم یک شنبه آینده ملاقات داشته باشیم. عذر آورد که امتحان دارد. بهترش گفت یک شنبه دومی آینده. بشیر خان را تا خوابگاه گسیل کردم. تا از نظر دور شدنش نگاه کرده ایستادم و پس به عقب برگشتم و آهسته آهسته به طرف تراموای قدم گذاشتم. در دل آرامی، گشادگی و خرمی راه یافته بود. آنچه در استالین آباد و در مسکو در دل نهان می داشتم، همه را پیش وی هم شفاهی و هم خطی ابراز داشتم. اکنون حکم قضا و تقدیر مرا به کدام راه می برد؟ منتظر باید بود. روزی وعدگی وقتی چاشت به خوابگاه رسیدم. تا رسیدم به منزل مقصود، اندیشه و ظن و گمانهای مختلفی تقریبی و تخمینی مرا گرد سر پر می زد. به خانه دختران در آمدم و محیط پیش نظر آمد که اندیشه های باطل را به یک چشم زدن از سر دور کرد. بشیر خان با لباس و اندام کشاده به استقبال برخاست و کرسی برای نشستن آورد. چند دختری که در خانه بودند نیز در جایهای خود نشسته هر کدام به کاری مشغول بودند. معلوم بود که بشیر خان انتظاری مرا داشته و به همخانه ها نیز از این آگهی داده است. من تا اندازه خود را آزاد حس کردم. از دختران از روی آداب و تعامل حال پرسی نموده، دیگر تا خوردن یک دو استکان چای دانشجویی هر دو از گذشت روزهای استودنتی و اسپیرانتی صحبت می کردیم. نیم ساعت از نشستی ما نگذشته بود که ایشان را برای سیر و گشت به شهر دعوت نمودم. در شهر به تماشای کدام موزه‌ای در آمدیم. حالا در یادم نیست. در هر صورت سیر و گشت خوب بود. هوای نرمی بهاران نیز به سیر ما و صحبتمان مساعدت می کرد. در وقت خیر و خوش نزد بنای خوابگاه پرسیدم: کاغذهای نوشته مرا خواندید؟ و اگر خوانده باشید چی جوابی از شما شنیدنی هست؟ بشیر خان کمی خاموش ماند و بعد به سیمای جدی و معنیدارانه گفت: به نظرم در آن کاغذها سؤال نبود، بلکه شرح حال بود. درستی این شرح و بیانات را گذشت ایام باید نشان دهد. نه، این جواب بود. جواب امید بخش، جواب گمان و اندیشه های دور و درازی من بود. بعد از این ملاقات ما در وقتهای معین واقع می شد. گاها بعد از درس تا خوابگاه، گاها در شهر برای تماشای فیلم، گاها روزی استراحت به تماشای نمایشنامه تئاتر و غیره. این همه ساعتهای حلاوت بخشی انس و الفت و خوب و عادت گرفتن به هم دیگر بود. حس می کردم که در ملاقات و دیدارهای تصادفی ما در استالین آباد نه تنها در دل من بلکه در قلب غنچه‌وار شکوفای دختری جوان نیز شراره پیدا بوده است. به این انس و الفت و هماهنگی و همنفسی قلبها تابستان نزدیک آمد. بشیر خان بعد از تمام کردن امتحانات برای تجربه صحرایی به پایگاه علمی چشنیکاوا متعلق به دانشگاه مسکو رفت. دوری غیر چشم داشت برای من گویا سنجش در مناسبت‌های خود به بشیر خان بود. بار اول دوری کسی را حس کردم که در واقع هم محبتی به او در دل می پرورم. من قبلا ادرس و طریق رسیدن به تجربهگاه دانشگاه را داشتم. روز بی آگهی قبلی به چشنیکاوا رفتم. تجربهگاه را زود پیدا کردم. شادی و سروری دلمان از دیدار همدیگر مثل طبیعت صاف و بی‌غبار اطراف سبز و خرم بود. بعد از استراحت و طعام در بیشه زیبا و خوشهوا سیر کردیم. آفتاب تابستان پس از باران سیل بویهای عطرآگین گلهای بیشه
و برگ و شاخه های درختان ارچه و توس را سخاوتمندانه از سر و رویمان می ریخت. همه جا چون محبت ما جان بخش و روح افزا بود. گویا خود طبیعت امروز مهر و محبت ما را به گواهی هستی عالم مهر و امضا گذاشت. مختصر از نقشه های آینده تعطیل تابستانی سخن به میان آمد. من در پیش تا آخر اوگوست سفری سمرقند داشتم. بشیرخان بعد از انجام تجربه علمی در مسکو خواهد بود. امسال بنای پرحشمت دانشگاه در لنینسکی غار افتتاح می یابد. تمام فاکولته های طبیعی و بیولوژی و فیزیکی به بنای نو می کوچد. دانشجویان این فاکولته ها در خوابگاه های مجهز و مصفای قصر عالی جای خواهند گرفت. بشیرخان تابستان با این تدارکات بزرگ دانشگاه بند خواهد شد. در سمرقند روزها خوب می گذشت. من نهایت خوشبخت بودم، ولی نمی دانستم از این دولت و اقبال به کی حکایت کنم. آیا به این طاق و مناره های سر به فلک کشیده که از کودکی مفتون آنها بودم؟ آیا به این گنبدهای سبز و لاجوردی که آشوب و نوازش های قرنها و عصرها را شاهدند؟ آنها با شهامت و بزرگی خود خاموش و ساکتند. روزی وقتی چاشت متوکل جان گفت خودش صبح از در آمد. به سیر سمرقند آمده امروز به دیدار پدرم عزم کرده است. از آنکه من هم در سمرقند هستم خیلی خرسند شد. پس از صحبت‌های دور و دراز و گرم پدرم ما هر دو بیگاه در ایوان تنها ماندیم. قریب تا ساعت 2 از روزهای گذشته و از مشغولیت‌های خود نقل می کردم. فرصت مناسب آمد و از آنچه در زندگی من در چند ماه آخر در مسکو رخ داد حکایت کردم. متوکل جان نهایت با دقت و رقت گوش می کرد. در نهایت حکایت با چشمان اشکالود راست به من نگاه کرده گفت: رسول جان، مرا نهایت شاد کردید. بعد از آن که از تاشکند رفتید و شوکت زود شوهر کرد یا او را زوراً به شوهر دادند، در فکر و خیال شما بودم. میدانم اراده قوی دارید، لیکن دل حساس شما را نیز نغز میدانم. خدا را شکر که خدا به جای دری از دست رفته گوهری نایاب را تحفه نموده است. دیگر آرام و آسایشته هستم. من اولاد دختر را خوب میدانم. آنها از اشراف بخاری هستند. بشیره را دیدم، به نظرم هر دو به هم موافق هستیتان. مبارک باشد عشقتان و انتخابتان. این دعای خیر بود که بار اول در اقدام خود شنیدم. دعای خیر آدمی پاک، آدمی عشق و موسیقی، آدمی که مرا از دل و جان دوست می دارد. در اول سپتامبر به مسکو بازگشتم. شب اولین آمدنم تنها به سیر و گشت برآمدم. به نزد خانه اکادمیکان، بنایی که در آن مرحوم برتلس منزل داشت، رسیده بودم که از دور قصری باشکوهی به فلک سرافراشته دانشگاه چراغان و فروزان پیش چشمم مجسم گشت. دیوارها و کنگورهای آن به نور پروژکتور نقرگون می درخشیدند. شیرازه دیوار عمارات با سلسله بندی چراغک‌ها طرح عمومی این کاخ را در تاریکی آسمان روشن نشان می دادند. چراغ‌های سرخگونه گنبد بلندترین و آخرین عمارت با ستاره‌های فلک هم پهلو بودند. مفتون و حیرت زده نمای افسانوی بودم. و چراغک‌های خانه‌ها دیده دوخته بودم. خیال می کردم شاید در یکی از این اتاقها سایه بشیرخان را ببینم. از شاهراهی راستی که نونهالها در نور فانوسها شاخ و برگهایشان در بازی بود به سوی قصر افسانوی قدم گذاشتم. هر قدر که نزدیک می شدم شهامت و عظمت قصر افزونتر می گشت. به وقتی شب به خانه آمده
با تأثرات تماشای قصر نو دانش خواب رفتم. پس از 2 روز ما و بشیرخان همدیگر را یافتیم. معلوم شد که بشیرخان چند روز پیش از آغاز سال تحصیل از خوابگاه جای گرفته حالا در حجره جداگانه تازه و مجهز به میز و تخت خواب و شکفهای کتاب و لباس آسوده زندگی می کند. به خوابگاه هنوز شخصان بیرونه را راه نمی دادند. پاسبانی اطراف امارات و ورود و خروج دانشگاه در دست حربیان بود. شب‌های گرم و نرم سپتامبر در گلگشت و خیابان‌های سبز و خرم اطراف دانشگاه سیر و گشت می‌کردیم و این اعجوبه صنعت معماری روسیه را تنها از بیرون با دیده هوس و حیرت می‌دیدم. بعضن شبانه از میدان مخصوصی که در ورطه تلهای بلند با دیوار احاطه شده بود منظره شهر مسکو را تا نقطه‌های دورادور شهر تماشا می کردیم. خلاصه منزل‌های ما به هم نزدیک و میدان‌های تماشا و سیر کردن بی حد و کنار و امکان ملاقات هم آسان شده بود. دوری 2 ماه ما را به هم نزدیک کرد. من بشیرخان را چون نهال تصور می کردم که به دست باغبان پرورش یافته اکنون به باغستان دیگر برای نشء و نمای نو آورده بودند. در این نشء و نما خود را بانی و پرستار می دانستم که سادگی و پاکی نهال نورسته را حفاظت نمایم. از طرف دیگر می خواستم و سعی بر آن می داشتم که صد و تفاوت در سن و سال و جهانشناسی از بین تدریجاً برداشته شود. ما باید یاران همدم و هم نفس و در احساس عشق و محبت برابر باشیم. بعد از 2 ماه و اجازه مأموریت و با دعوت دانشجوی دانشگاه شهاب و بشیره بار اول به این بارگاه علوم قدم گذاشتم. راستی که در نظر اول از دیدن هر یک وجب عمارت‌های مجتمعی قصر حیرت بر حیرتم می افزود. علل خصوص خوابگاه دانشجویان و شرایط اشرافانه و ثروتمندانه آن هر کس را مفتون و مبهوت می کرد. برابری به کارپوس خوابگاه در آمدن 6 کارپوس خوابگاه گرداگرد عمارت بلند آشیانه وجود داشت. از تالاری بزرگ در لیفت‌های با تجهیزات بهترین تکنیکی ساخته شده به آشیانه ها می برآیید. از لیفت که بیرون آمدید دالانی وسیع گشاده می شد و در یک طرف آن در پس پولت تلفن زنی نوبتدار نشسته است. وی ناظر است که به خوابگاه کسی بیگانه بی رخصتنامه ندرآید. در رهروهای دراز پایاندازهای نوی منقش و گلبیز گسترده شده و به درازی همین راهرو خانه خواب دانشجویان واقع است. از در به دهلیز داخل می شود و این دهلیز باز 2 در و 2 خانه دارد برای هر یک دانشجوی، خانه چپ و خانه راست. وقتی که دانشجوی را کسی به تلفن پرسد البته می گوید فلان خانه طرف چپ. زنی نوبتدار از پولت به واسطه 1 طرف چپ یا 2 طرف راست زنگ دانشجوی را دعوت می کند. دانشجوی می آید و از کابینه جداگانه با تلفن صحبت می کند. هر دهلیز تشتناو و دوش گرم و خنک دارد. هر اتاق میز خط‌نویسی و میز خردی برای طعام دارد. در هر آشیانه آشپزخانه با پلیته گاز موجود است که آنجا چای جوشانیدن و طعام پختن ممکن است. خلاصه شرایط زندگی از خوب هم خوبتر و عالی‌تر است. برای مطالعه و مشغولیت و خواب و استراحت به نظرم از این بهتر شرایط را آرزو کردن ممکن نبود. بشیرخان نهایت شاد بود که بعد از عذاب 1 ساله خوابگاه ناقلی و دور و ناراحت صاحب چنین منزل عالی گردیده است. روزهای استراحت می آمدم، در آشخانه خوراک می خوردیم یا خودمان طعام آماده می ساختیم. گاها در کلوب همین عمارت فیلم یا کنسرت تماشا می کردیم.
و جز این بعضی شب‌های استراحت به تماشای تئاتر می رفتیم. در این 2-3 ماه ما به هم بیشتر انس گرفتیم، بلکه مهر و محبت بستیم. بستگی نطق و خجالتی بچگانه بشیرخان نیز تدریجاً کمتر می شد. گفتن ممکن است محبت پاک و بی‌آلایش، دلدادگی و شیفتگی، عشق و محبت بیشتر، گرمتر و قویتر می گردید. هنگامی که از دوشنبه خبری به 6 ماه دراز کردن مهلت تحصیل اسپیرانتوره من رسید، بشیرخان خیلی شاد شد، هرچند کوشش میکرد که این خرسندی صمیمانه خود را پیش من باز دارد. وقتی که به من خدمت معتبری مشاوری اتفاق نویسندگان را پیشنهاد نمودند، خرسندی هر دو را حد و کنار نبود. هرچند به همدیگر آشکار گفته نمی توانستیم، اما حس می کردیم که شاید اکنون بعد از چند ماه یا 1 سال ما با هم یکجا شویم. در چنین روزهای پرواز آرزوها، رسیدن مکتوب استاد عینی که به بازگشت من به استالین‌آباد اصرار می کرد تا اندازه باعث نومیدی گشت. ولی خود را به آن تسکین می دادم که مهر و محبت ما به درجه قوی بود که رفتن من بیمی از هم جدا شدن بر نمی انگیخت. فقط حس می کردم که جدایی هرچند موقتی است، اما نهایت تلخ و گران خواهد شد. تابستان سال 1954 بشیرخان در زوینگارود در تجربهگاه فاکولته خود بود. پس از درگذشت استاد عینی من برای وی نیز بلیط خریدم و آخر ماه ایول هر دو با هواپیما به استالین‌آباد پرواز کردیم. در استالین‌آباد ما در روز و ساعتهای معین ملاقات داشتیم. گاها با هم به خانه دوستان می رفتیم. آشنایان دور و نزدیک، خویشاوندان و حتی جامعه شهر می دانست که میان ما رشته های محبت سلسله بند است و این نه به هوا و هوس، بلکه با نیت های خالص و جدی محکم و استوار است. زیاده از 1 ماه را به شادکامی و ساعتهای شیرین گذرانیدیم. حتی خیال نمی کردیم که روزی می آید و بشیرخان به مسکو می رود و من تنها در استالین‌آباد می مانم. یک بیت پیرو را تکرار می خواندم: دوری ز تو هم به هیچ صورت، حتی به خیال هم نیاید. در آخر سپتامبر بشیرخان را به مسکو گسیل کردم. همان شب از وокزال بازگشتم و چنین می نمود که ما فردا باز همدیگر را خواهیم دید. ساعتی نگذشته بود که به نظرم اطراف همه خالی، تنها و وامانده ایستادم و از بشیرخان صدایی نیست. در همین دقیقه بار اول تلخی جدایی و دوری را حس کردم. نه تنها احساس دوری و جدایی، بلکه تصوری آن که روزها و ماهها ما همدیگر را نمی بینیم، شوخی‌های جوانانه و حرف‌های مهر و محبت را از زبان همدیگر نمی شنویم، فضای خیالات مرا تیره ساخت. زیر لب شعر پیرو را می خواندم: من در آن دیده در نگاه سیاه، بس رموزی حیات خیش دیدم. تیرگی در نظاره تو نبود، تیره بختی خیشتن دیدم. به نگاهت قسم که در نگهت شب هجران خیشتن دیدم. چشم را از نگاه من کندی، پرده بهری وداع افکندی. چشم خمار شوخ چشم سیاه، دور شد ز من هیهات. چشم نه رمز و حیات. بله، دشوار بود روزهای جدایی و دوری. پس از 3 روز جدایی به مسکو نامه نوشتم. اینک چند پاره از این نامه: بشیرخان عزیزم، من چند شبانه روز، چند هزارها کیلومتر مسافه امروز ما را از هم جدا می کند. ولی شما همیشه در پیش نظرم. یاد شما به من هم یک خرسندی، هم یک خوشحالی
و برابری همین راستش را گویم یک حس الم‌انگیز که آن هم شیرین است می بخشد. بارها ما با همدیگر خیر و خوش کرده بودیم. بارها همدیگر را گسیل کرده بودیم. بارها یک احساس پزمانی به همدیگر شناس را حس کرده بودیم. ولی این بار همگی برای من نو، چنان وزنین بود که چنین حسیات سنگین و عذاب‌آور هیچگاه در عمرم به دل من راه نیافته بود. گاه چنان مأیوس، چنان دلگیر می شوم که بی اختیار همین بیت‌های حافظ از قعر سینه‌ام می براید. فراق را به فراق تو مبتلا سازم، چنان که خون بچکانم ز دیده های فراق. من از کجا و فراق از کجا و غم ز کجا، مگر که بزاد مرا مادر از برای فراق. خیر، کاغذ را در اینجا قطع می کنم و چطوری که ارتور به جیم نوشته بود، کاغذی را که در آنجا نام شما نوشته شده است بوسیده با یاد شما به آغوش خواب می درایم. شاید مرا قبول کند. کارهای من تا اندازه درست شد. مرا در شعبه دستنویس‌های شرقی به وظیفه خادم کلان علمی تعیین کردند و حالا موقتاً با ادبیات سویتی مشغول می شوم. در پیش 3 سال تحصیلی به شیرخوان، 3 سال دوری و هجران بود. در این میانه ها در وقتهای مناسب به مسکو سفر می کردم و آنجا قریب تا 1 ماه می ایستادم. کار می کردم. روزهای بهترین دیدار و وصال ما بود. با دوستان مسکوی، تاجیک و روس محفل‌های طرب و شادی می آراستیم. به تماشای تئاتر و فیلم‌ها می رفتیم. خلاصه ما 3 سال تحصیلی به شیرخوان را با درد هجران و نشاط و شادی وصال همدیگر گذرانیدیم. به نظرم صبر و تحمل ما قهرمانی بود که در عوض آن پروردگار به ما زندگانی شیرین و آرام و آسایشته پر از مهر و محبت را عطا کرد تا امروز، تا این ساعت.